بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام خوش آمدید به تمامی شما عزیزان، شماهایی که بیننده ما هستین و شماهایی که در صنفتان حاضر شدین. به تمامی شما سلام تقدیم میکنم و خوش آمدین به درس امروزتان. خب شاگردان عزیز، باز هم در یک درس جدیدی مضمون عربی به خدمت قرار داریم. انشالله که درس امروز ما هم بتونین چیزهای خوب چیزهای نو را یاد بگیرین. خب شاگردان عزیز، درس براتون معرفی میکنم. العربیت و مضمون ما شما است یا مضمون عربی الصف السابع صنف هفتم. مضمون ما شما بسیار یک مضمون کاربردی، یک مضمون مهم، با خاطر که یاد گرفتن زبان عربی شما رو کمک میکنه که قرآن کریم را هم درست تلاوت بتونین، معناش را بدونین، احادیث پیامبر ما را یاد بگیرین و همین ترتیب دعاهای مختلفی که در زبان عربی است و جدا از این مسائل یک زبان بین المللی است. درست است؟ خب شاگردان عزیز، درس امروز ما شما درس 25 است. الدرس الخامس والعشرون یا درس 25 که عنوان درس ما است اخطر الامراض یا خطرناکترین امراض یا مریضی ها. امروز آشنا میشیم که خطرناکترین مریضی ها چی است و علتی خطرناک بودن این مریضی و عامل این مریضی ها چی هست که از صفحات 99 تا 102 کتاب شما را شامل است درس امروز ما. خب شاگردان عزیز، درس گذشته انشاءالله که تمرین ها را با هم حل کرده باشین و لغاتی که برای شما داده بودیم حتما حفظ کرده باشین. درست است؟ با خاطر که در ختم درس هم پرسان میکنم و هم کارخانگی ها را میبینم. خب شاگردان عزیز، کتابایتون رو باز بکنین، کتابچه و قلم هم آماده باشه، شما هم آماده باشین که بخیر درس خود را شروع بکنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. در شروع داستان یا درس ما شما این قسمی آغاز میشه. دعا امیرون. دعا یعنی درخواست کرد. امیر حاکم یک شهر. درست است؟ حکماء بلدی یعنی از دانشمندان یا کسایی که مثلا در او سرزمین چی بود، مثلا اونمو حاکم بودن یا ملک بودن، از اینا درخواست میکنه. فاسألهم، و از آنها خواست یا مثلا سوال کردن ازشان که ما اخطر الامراض، یعنی ما چیست خطرناکترینی از مریضی ها یا بیماری ها. قال احدهم یعنی هر یکشان گفتند ایها الامیر، ای شهزاده یا ای امیر. درست است؟ یا ای اعلیحضرت. اخطر الامراض، خطرناکترین مریضی ها است هو الجهل. خطرناکترین مریضی ها چی است؟ جهل است یا نادانی است. فسأله الامیر، پس از آنها درخواست کرد یا سوال کرد امیرشان و ما دواءه یا رجل، پس و ما دواء یعنی پس دوای ای مریضی چی است ای مردان یا ای مرد. درست است؟ از همون کسایی که مخاطب قرار داده بود. فاجاب یعنی پس جواب داد. دواءه علاجش هست یا دوایش هست الحبر یعنی مداد یا رنگ و القلم و قلم. یعنی جوابی یا مثلا دوای ای بیماری یا مریضی چی است؟ اون رنگ و قلم است. فقال الامیر، پس گفت امیر و کیف ذلك، چه قسمی یا چطور؟ خب شاگردان عزیز، رد الرجل یعنی اونمو مردهایی که مخاطب قرار گرفته بودن چی میکنه؟ برشون میگه یا جواب میده. لا بد یعنی باید، باید که نعلم اولادها یعنی تعلیم بدهیم، آموزش بدهیم اولادها یعنی اولادهای خود را. القراءة والکتابة، چی یاد بدهیم؟ قرائت یعنی خواندن، والکتابة و نوشتن را. امیر چی میگه؟ میگه جزاک الله خیرا، یعنی خداوند شما را پاداش نیک بدهد. سنقوم شاگردان عزیز اشاره به زمان آینده داره. سنقوم به چی معنا؟
یعنی کاری که شما میخواین در زمان آینده انجام بدید. درست است؟ سنقوم یعنی اقدام خواهیم کرد ببناء المدارس. بچی؟ به بنا کردن یا ساختن مدارس یا مدرسه ها و المراکز العلمیه و مراکز چی؟ مراکز علمی. خب شاگردان عزیز، از درس امروز ما یاد گرفتیم که بله به واقعیت که خطرناکترین مریضی هم جهل است و آنچه که جهل از بین میبره چی است؟ خواندن و نوشتن است. پس تا میتونین بخوانین، بنویسین و یاد بتین، یعنی راه را ادامه بتین و کوشش کنین که بی سواد باقی نمانین. التدریبات و آموزش ها یا تمرین ها. التدریب الاول، آموزش اول یا تمرین اول ما، اختر المعنى الصحیح، اختیار بکنید یا برگزینید معنای درست را، فیما یلی، از آنچه که آمده است، میما بین القوسین، از آنچه که در داخل قوس آمده. جمله را برای ما شما داده شاگردان عزیز. از این جمله یک کلمه را انتخاب کرده و گفته از داخل قوس ببینیم که کدام کلمه دیگه معنایش نزدیکتر است به این کلمه. مثلا دواءه الحبر، یعنی دوایش هست یا علاجش هست رنگ. الحبر، حبر انتخاب کرده برای ما شما و بعدن چی کرده؟ گفته که بین شما ببینید در قوس دیگه کدام کلمه مطابقت میکنه به این کلمه. الدواء هم که رنگ را میگه، درست است؟ البحر که اون بحر است و الکلام هم که سخن است. کدامش مطابقت میکنه؟ الدواء، درست است؟ دواء مترادف است با الحبر. جمله بعدی را ببینید شاگردان عزیز. گفته سنقوم، پس اقدام میکنیم ببناء المدارس، بچی؟ به بنا کردن یا به ساختن مدرسه ها. از این جمله ما شما سنقوم را انتخاب کرده. سنقوم ببینیم سنعمل یعنی عمل خواهیم کرد، سنبنی بنیانگذاری یا بنا خواهیم کرد و سنترک هم ترک خواهیم کرد. ترک خواهیم کرد. به نظر شما کدام کلمه مطابقت میکنه؟ سنقوم، بله سنبنی، درست است؟ یعنی بنا میکنیم یا آباد میسازیم. دعا امیرون، درخواست کرد امیر. دعا ببینین مترادف با دعا کدام کلمه است؟ طلب، یعنی درخواست کردن. حبس، حبس کردن یا زندانی کردن و امر هم که امر کردن. معلوم است که طلب مترادف است با کلمه دعا. التدریب الثانی، آموزش دوم، اجیب عن الاسئله الاتیه، جواب بدهید به سوالاتی که در ذیل آمده. خب شاگردان عزیز، برای ما و شما 4 سوال را از درون متن درس ما انتخاب کرده، درست است؟ ما این سوالات را میخوانیم، جوابش خودتون باز در خانه تکمیل نوشته بکنید. تا یک قسمت براتون نقل داده، درست است؟ ولی در خانه که رفتین تکمیل بسازین. جمله اوله ببینین. من دعاهم الامیر. من یعنی از کی درخواست کرد امیر. دعا الامیر، درخواست کرد امیر، مطابقش خودتان در خانه تکمیل بکنین. عن ای شیء سأل الامیر، آیا کدام چیزی را پرسان کرد امیر، درست است؟ یعنی از کدام موضوع پرسان کرد. ما دواء الجهل، چی است دوا یا علاج یا درمان جهل یا نادانی. و هل قبل الامیر، آیا قبول کرد امیر رأی الحکیم، رأی یا نظر یا پاسخ حکیم یا شخصی که سوال کرده بود یا دانشمند را. خب شاگردان عزیز، میریم به آموزش سوم یا التدریب الثالث، استخرج من النص جموع الکلمات التالیه. به چی معنا شاگردان عزیز؟ 4 کلمه را برای ما آورده، گفته شما چه کار بکنین؟ این کلمه ها را ببینین و حالت جمعش را در مقابلش نوشته بکنین. ما یکش براتون حل میکنم، درست است؟ المدرسه، یک مدرسه رو میگه. اگر بخوایم جمعش را بیان بکنیم میگیم المدارس، درست است؟ این میشه حالت جمعش. الحکیم، حکیم یا دانشمند، یک نفر. المرکز که اون یک مرکز معنا میده و المرض که یک مرض، درست است؟ به این ترتیب شاگردان عزیز شما حالت جمعشان را در خانه که رفتین بخیر نوشته بکنین. میریم به آموزش التدریب الرابع، آموزش 4 یا تمرین 4. باز هم در این تمرین خوب متوجه باشین که یک موضوع خیلی مهم آمده که شما را قادر میسازه تا جمله بندی بتونین و جمله ها درست بتونین. رتب الکلمات التالیه، یعنی
مرتب بسازین یا ترتیب بکنین کلمات تالیه، کلماتی که در ذیل آمده. لتکون منها که از آنها تشکیل شود جمله مفیده، جمله با معنا. من شاگردان عزیز جمله اول شما ببینین دعا یعنی درخواست کردن، بلدهی کشورش، الامیر هم که امیر و حکما هم که حکما است. خب چه قسمی جمله رو بسازیم؟ بله میگیم دعا الامیرو حکماء بلده، دعا امیرو حکماء بلده، به معنی که درخواست کرد امیر از حکمای کشورش. خب شاگردان عزیز کلمه های بعدی را هم شما خودتان بسازین. یا که خطاب است ای معنا میته و دواءه که درمان معنا میته، ما هم که چی معنا میته و رجل هم که مرد معنا میته، الامراض هم که مرضها، الجهل هم که اونو جهل یا نادانی، اخطر هم که خطرناکتر معنا میته و هو هم که ضمیر اشاره بر مذکر هست. التدریب الخامس آموزش پنجم. خب شاگردان عزیز در آموزش پنجم چی گفته؟ گفته اضف الاسماء الى الضمائر، یعنی گفته اضافه بکنید اسمها را به چی؟ به ضمایرش. مثلا شما چی کار بکنید؟ در اینمی اسمهایی که آمده شما ضمیرش را اضافه میکنین که عبارت از هی دنبک ما شما میگیم درست است و هی دو چشمه یا ها درست است، کما فی المثال این آنچه که در مثال کار شده. بین ببینیم ما شما که چگونه از این هی دو چشمه استفاده کرده در قسمت. مثال اول متوجه باشین، گفته هذا قلم مدرس، هذا قلم مدرس. خب شاگردان عزیز متوجه باشین زمانی که ما شما بخوایم که مثلا خود اسم را ربط بدیم به شخص میگیم هذا قلمه، این قلم او است درست است، قلمه. ببینین هی دنبکی که در این قسمت آمده در حقیقت به این ترتیب ما شما میسازیمش. یا مثال بعدی را متوجه باشین، هذا کتاب مریم، این کتاب مریم هست. چی میگیم؟ اینالی برای مؤنث وقتی شما بخواید استفاده بکنید میگین هذا کتابه، نمیگین هذا کتابها، این کتاب او است درست است. این بود تفاوت بین های ضمیری که برای مثلا مذکر استفاده میشه و برای مؤنث استفاده میشه. به این ترتیب جملات که آمده هذا مکتب مدرس، هذا سیارة المدیر، هذا ابن المعلم، هذه ساعة الطبیبه و هذا باب المدرسه. اینا رو خودتون در خانه باز بسازین. التدریب السادس آموزش ششم، تأمل المثال. گفته تأمل بکنید، تفکر بکنید، فکر بکنید به این مثال ها، ثم اکمل البقیه و بعدا مطابقش را تکمیل بکنید. مثال رو ببینید شما، گفته بناء المسجد بناؤه یا فی بنائه. بناء المسجد به معنی که ساختن یا بنا کردن مسجد، بناؤه یعنی ساختن مسجد، فی بنائه یا در بنا کردن یا آباد ساختن مسجد. به این ترتیب من براتون یک معنا میکنم. رداء الرجل یعنی چپنی مرد یا بالاپوشی مرد، فناء البیت حولی خانه، لقاء الصدیق دیدار دوست، اداء الواجب انجام دادن وظیفه. التدریب الثامن آموزش هشتم، هات جمله من عندك، بیار جمله های از پیش خودتان، کما فی المثال به طور مثال. ببینیم شاهدان عزیز یک کلمه آمده احسنو، درست است، احسنو یا نیک یا خوب. ببینیم چه قسم مثال ساخته برای ما. گفته عاصمون، عاصم هست، احسن تلمیذی، شاگرد بسیار نیک، فی المدرسه در مکتب. به این ترتیب حقیبتی و اجملو، مثلا احمد و اکبر و اینا تمامیشان شما معناش را میدانین درست است. انشاءالله که ایران بتانین بسازین. میریم به طرف تدریب التاسع آموزش نهم، الثروة اللغویه، ذخایر لغات. لغاتی که امروز آمده شاگردان عزیز من وسایل تعلیم است، یعنی از وسایل آموزشی درست است، از وسایل آموزشی رو برای ما شما آورده. الکتابو چه معنی میته؟ کتاب. المجلتو که مجله رو میگه، الکراستو که کتابچه رو میگه، الجریدتو روزنامه، الاذاعتو رادیو، المعجم لغتنامه یا فرهنگ لغات، التلفازو تلویزیون، الانترنت هم که اینترنت رو میگه،
السبورة هم که تخته سیاه و المسجل هم که ضبط شده معنا میده. درست است؟ آنچه که قبلا ضبط شده باشه. این بود درس امروز ما. خدا کنه که با کلمه های جدید آشنا شده باشین و همچنان خانه هایی که آمده بود، مثلا طرز استفاده از های ضمیر که برای مؤنث مذکر است، انشاءالله که یاد گرفته باشین. میریم به طرف الواجب المنزل یا کارخانگیتان. در کارخانگی چه قسمی راهنمایی کرده بر شما؟ گفته اکمل الجمل الاتیه، تکمیل بساز جمله های ذیل را به کلمات مناسب مما یلی، از کلمه های مناسبی که آمده هست. این کلمه ها در کجا آمده؟ در داخل قوس. مدرس که مدرس را میگه استاد، امام هم که اونمو پیشوا معنا میده، مدیر هم که مدیر است دیگه، تلمیذ و شاگرد یا دانش آموز و طبیب هم که طبیب یا پزشک و عمال هم که شاگردان عزیز از جمله واژه هایی است که در درس امروز ما و شما آمده هست. انشالله که بتونین این جمله ها را خودتون تکمیل بکنین تا درس آینده تان که باز هم در خدمت شما حاضر میشیم. شما رو به خداوند یکتا. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.